این که میبینین یه موش بسیار توپله. بله ملاحظه میفرمایید ما تو این حیاتمون 2 گربه نارنجی داریم، پدر و پسرن. همسایه ها به اینا غذا میدن، براشون آب میذارن. اینا هم اومدن به نشانه تشکر این موش توپل رو شکار کردن، گذاشتن اینجا همسایه ها بخورن. پروتئین بدنشون تأمین بشه. کادو آوردن، همینجور گذاشتن همسایه ها بیان بردارن بخورن. ببینین به گربه ها کمک میکنین، براتون کادو میارن، میرن براتون شکار میکنن، نمیذارن شما گشنه سر به بالین بذارین. چقدر بزرگه. بعد دندوناشون هم رو بدن بیچاره مشخصه، قشنگ دازش گرفتن، خفتش کردن، خفش کردن، شتکش کردن، بعد گذاشتن همینجا وسط پارکینگ که همسایه ها بیان بردارن بخورن به عنوان صبحونه. آره، حیوانات را دوست داشته باشید، براتون کادو میارن. ببینید چه ما معرفتن. ببینین حالا بیاین صبح تا شب برای شوهراتون پخت و پز بکنین، زحمت بکشین، برای دوست پسراتون زحمت بکشین. نه تنها هیچی بهتون کادو نمیدن، بلکه اعصابتون هم خورد میکنن. که یاد بگیره معرفت رو. ببین کلوزاپ موشه خفه شده، گاز شده. دست شما درد نکنه، این به دایت من نمیخوره ولی خب مرسی.